بیادر رسیدی. در راه پایان شد. کاکا مزار میری؟ بله. کرایه چند است؟ 50 آقا. صبر خدا کن. بیادر همه امیرای مدن کدام است؟ اون طرف پل بریم، یک اتاق هست، راهبان داره، راه خامه است، نشانتان میده. خیر ببینی. سلامت باشید. بابا اینجا تان کاملا بود. بیادر مدن هم اینجاست. چه کار داری؟ مادن میرم. مادر کارگر نمیگیره. پیش بچه میرم. مراد ولد دستگیر. معطل باش تا یک لاری برسه. چقدر میه؟ ما چی میپام؟ 1 ساعت پس، 2 ساعت پس. هر وقتی که برسه. برای جوی گوشه بشی.
بیا بابا تشنه شدیم. یاسین آموزه بود بابا یاسین نبیا بابا نبیا بس بابا بس بچیم بس بچیم بابا بریم خانه. بابا بریم خانه. Mai kila sawa bal ma kar kar. Bal bugu kila jadi dia dah saya. اینجا جز گرمی است. Full bal bugu. کجا شدی بابا؟ لاری آمد و رفت. دیدم از صبح تا حالا لاری گفته دیوانه ما کردی وقتی که محترم میاد. بابا تشنه شدیم. بابا تشنه هستم. بابا باز معطل چی؟ معطل موتر اما یک موتر بود بس خلاص دیگه. شاید باز کنم موتر بیا بر امروز دیگه موتر نیست بابا. برای صبح هست بر امروز دیگه موتر خلاص شد. شاید بیا ما میبام یا تو؟ اگر برای صبح میشه منتظر میشینی پیشین. بر امروز موتر خلاص شد.
بیادر عامر السلام علیکم. ولی امیرای چیز سراز اینجا رفته؟ این پوزه را که میبینی از همین که تیر شده دست راست راه چلسرا است. خیر ببینید یا قرتاو آب حیات همین ناخواسته مراد است. همین شما بودین که امروز مادن میرفتین؟ میرفتیم خونه شد انشاءالله صبح. خیر ببینید بابا بریم خانه. بیا نه برکتی دیگه هم دادستونم که دیگه هم بیا بخیر کار کنیم بریم در جون از او از کجا آمدید همشیره؟ از چلسرا. بابا مانده شدیم دیگه رفتن
تندور مرا نان کجا بریم؟ این کمک ببریم ایمان بریم مارو بیا عزت عزت بیا بیا کاکا رستم تو نمردی زنده هستی رستم نیستم دیدم کاکا هم رستی بیا شیر بخور بیا شیرین از مزه میته مارو امال میایه بخیر بله خدا سر و صدای مزور نکش من دیگه وسیله ندارم رو آرام کنم بخور بچه شیر تعلیم آروم میآید مارو زنده است؟ نه مارو تو نمیدانی همه سوخت در گرفت مرد خلاص شد همه رفت امرو کجاست؟ به قبرستان بریم پیدایش میکنیم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله امرو امرو من دستگیر هستم امرو او گاب نمیازانه آزارش نتی گونگه شده جگرخون است این کفن نداره؟ نه کفان نه دعا نه رابطه کاس کجا کن کم بده کفان کن خداری تو نست؟ نه همسایم دادن دروازه مفتیده نه کاس داره نه کوی خشایت است بله از صبح تا مرده خورا گور کرد این خوب بود این گونگه شده نه نان میخوره نه میخوره هیچ چیز نمیخوره گب نمیزنه
کلشون از بین رفته؟ همش چیزی بود مرده همش مرد. یک دخترش مانه داب قول است. زینب نام داره. کدام آبقول؟ یک آبقول بخ کلش بمبار شد تکه تکه شد هیچ کس هیچ کس نمانده. تو کی هستی؟ من خسر زینب هستم. آب قولم بمبار شده. کلش مثل میدی قریه واری کلش بمبار شده. هیچ کس نمانده. از زینب چیز گفتی؟ نه. خودش نمی خفه میشه. دیوانه میشه. میفهمم. مامان دل ما تیکه تیکه جب جب است. آمادم کیره ببینم از ما بتر. امرو زندگی سرت باشه. مردارا خدا ببخشه.
زینب افسانه زیسانه چون مرغک ده خانه آش بختم دانه دانه یک قاشق به بابا دیقان دادم بابا دیقان مرا گندم داد گندم به آسیا دادم آسیا مرا آرد داد زینب 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 دست بگیر دست بگیر دست بگیر زینب خوب بود بلاهایی که سری ما آمده خبر شده بریم پیشش شنن زینب از خانه پرسان کنه چی بگوییم هیچ کسی زنده نمانده اینجا کجا بریم کجا شویم بگو دست بگیر چی تا کنیم بریم پیش خواریم کابل نمیتانیم دل زینب بشکنانیم این کدامش هست؟ این یاسین بچه زینب بچه خوردش نام خدا کلام شده نشناختیم ما این را زینب دختر بری ما شما هم بریش چیزی نگویم امرو کجا میریم؟ یک جای بریم که صدا داشته باشه.
گشنه شدیم. گشنه شدیم. بانک بخورم. بانک بخورم. پایدار واسه دانشجو است. بریم به مدرسات مولای منزلگی بوستان بوزگاو. سلام علیکم. و علیکم. مادن میرین؟ نه. در مرای مادن خو میرین؟ اگه پیدادار بانه. مرم کتتون ببرین. ما اینجا کار داریم کاکا. ثوابت میشه. دیروز هم خود دیدی که ما در جای میمانیم استاده میشیم، نمیشه که ما تو رو ببریم. تلف خورد از کتیم. ثوابت میشه مرم کتت ببر. یک دفعه خود بردیم تا دیگه. مادن بچیم کار میکنه. همونجا پیسه تانه میته. نمیشه کاکا ما کار داریم. مگه وانی قدم ما شب هم میمانی درم. ثوابت میشه خیر است. بابا موتر مادن نمیره. هر کس با دایم میشی. بلا که مردم ها. برو رکت استاد. اوجا لامون که ایچین میبرن اوجا دا مادرم اینجا ششته بود. اوجا نشونش. اوجا کام مادرم ششته. سایه است اوجا که اوجا شاندیم دیگه جای نیست. ایچین اوجا سایه است اوجا گرمی است باز ما اوجا ماندیم. مادر کشته بود. چقدر گپ میزنی بیخی کیش داره. بابا پیشونیت چی شده؟ مراد سرطان چی آمده بابا؟ مراد اینجا چی میکنی؟ پیش ما آمدی؟ دستگیر برش بگو اولین ثمره درخت سیبش برش آوردیم. چیزی
دیگه برش نگوی، از من چیزی نگوی، از زینب برش چیزی نگوی. بیادر با چی میخوای بابا؟ معتاد میای امروز؟ آه میای، به خدا میای، به قرآن میای. چند پیره برات بگویم میای؟ اگه نبیایم من چه اینچه منتظر باشم؟ اگه نبیای نمیای. من نمیتونم با تو خدا لوری بسازم. یک روز معطل میشینی، یک روز معدن میری، من هیچ حساب تو رو نفهمیدم. یعنی میتل فقط کتی من نبیم من پیاده میرفتم. دیروزم رفتی آتمیت فرا پاس گشتی آمدی. روزم این خرکه میدرک. بره گوشه بیشی روزگار من خراب نکن. بیادر همیزی بمبارد یا افقال مادن خبر شده؟ ما چی میفهم؟ ما در اینجا مادن در اونجا. ما در خبر داخل مادن چی میفهم؟ نزوار میزنی؟ زینب زینب چی میکنی یاسین؟ ما را خطو دیوانه کردی. چی میکنه تی بابا؟ تو یاسین تاشو مرا دیوانه کردی. تاشو این بچه مرا دیوانه کرد. بام که داتان چوچه خورپشتک داتان گنگا نشه. خاک در سر خورپشتک. تاشو مرا دسته. تاشو تاشو که موتر ما باز موترش پیش ما میروم. تاشو یاسین صدای موتر مرا باز از موتر میمونی. چی حال انداخته ای؟ چه مرا دیوانه کردی؟ خورپشتک
حرکت بخیر. خرپشتک چوچه کنه بود. بابا برو کجا میبری؟ بساتیری میکنم. برو بساتیری کنم. این بچه که تایی قریش باید خود ستیره دلو شده بابی خدا آزاد میسن داشتی مداق داریشی بابام مداق بابا چشمای تواز کن بالا کم بالا چی میکنی در مزه داد؟ در دانم انداختی کجا بره؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. از مادر آمدین بخیر؟ تالی هنوز نرفتیم. پاسپورت داری؟ بله ها. یک پوری خوب بده. از متک یا مزار؟ از متک بده. از کدام قشلاق هستی کاکا؟ آبقل دایسه تانو بگیریم. دفعه دیگه ازت پیسه 2 پوری رو میگیرم. بگی کی زنده و کی مرده. دنیا با امید خورده شده کاکا. این راست است که قریه آبقل بمبارد شده؟ خبری نم رسیده. عسکرها و موترانا قصه میکردن. مادن خبر داره؟ از مادن نمیفهمم خو خبر مرگ زود تا تید میشه کاکا. کسی از شما در مادن است؟ بچه ما 3-4 روز میشه که منتظر است ازش خبری نیست. البته که خبر نداره کاکا. سنجد نمیفهم چی بلایی سرش آمده. بابا سنجد مری بچه دیوانه خواکد. خدا نکنه چوچه که از نمیفهمه سنجد دل شده بانش که سنجد بخوره. بگی باشیم دامنه که پیش بگی بگی. آفرین شاباس آفرین. گپ فهمیدن و نافهمیدن نیست. بچه نمیشنوه کار شده. خدا شفایش بده. چرا؟ از اثر بمبارد آبقل پردای گوشش کفیده. کاکا بیا درون. بیرون درم است. زنده باشی همینجا کدام موتر خواهد آمد. موتر کجا؟ موتر تو خب پیشتر پشت موتر میمانه میدویدی. نمیفهم. میخواستم که مادرم در آبقل بسیار نفر کشته شده. زنده جان نمونده. خدا همه‌شان رو ببخشه. جنت نصیبشان بکنه. کاکا این یک قرتک چای بخور. خیلی سلامت باشی. خدا را شکر که خودتون نواسط زنده ماندیم. از این زندگی که من خوب بود که من میمردم. ناشکری خوب نیست کاکا. اقلا نواسط و بچه‌ت خود زنده ماندن. نواسم کرو بچیم دمادن. بچیم کسی است که
طاقت مرگ زن و مادر خود نداره، آرام نمیشینه. زندگیش بگی مگم ناموسش نه. نمیفهمم خبر مرگ بخشی رقم برسون. بریم یک طهارت تازه کنیم. ما برم دکان مرزا قدیر یک 4 پالت سیگرت بگیریم. سلام علیکم کاکا. سلام علیکم کاکا مرزا. و علیکم السلام حشمت خان. امروز سلامدار آمدی؟ یک بندی داریم مزار شریف میبریمش. جرمش چیست؟ آدم کشته 4 پالت سیگرت بده. آدم کشتن هم جرم است؟ ضابط امر خدا کشته. خیر هیچ آدم نکشته. عسکر بود؟ آی بچه عسکر بود، تیر عملیات برده بودن. عملیات برده بودن، ما قریهشون وقتی که میره فایر میکنه دفعه میبینه که من قریه خودمو فایر میکنم. همین تفنگ در میذاره شونم سر منصب خود. سر منصب داشت کمش یک شاجور مرمی رو میگیره ضربه میکنه. حال امروز آمدیم که مزار رو بریم. یک کمی کشمش نه خودم بده. این از این کشمش سوز باشه. خب چیش. از گرزدن ناخ کرده که اما دانتون باجو خوبه. خیر ببینیم کشمش سوز اگر باشه خوبتر است. موتر هستیم مخابره کرده بود که موتر ما تا سوکی و دوال موتر خیرتی بود؟ بله خیر خیرتی. مام یک دختر به این سن سال داره. خدایی رو برد بامه. نسون میدنیم چه قطعی مقبوله. دیر بچیم بریم داده. میخی چیره ما یادم رفت. از کنام قری هستی؟ از گور. چرا از گور؟ بود نبود یک گورستان بود. 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 کجا میرین؟ برادر کجا میری؟ مزار شریف. یعنی میشه صداست. یعنی میشه صداست. یاسین! یاسین! یعنی میشه صداست. چی میکنی یاسین؟ یعنی میشه صداست. یاسین! یعنی میشه صداست. نمیفهمی چی میگی نه؟ بابا جان! شما را یاسین! جواب گرفتم. یاسین! چی میکنی؟ یاسین! یاسین چی میکنی؟ امرای! چی میکنی؟
صدای تان صدای مادرتم. صدای تان صدای مادرتم. من نمیفهمی چی میگه. صدای تان صدای مادرتم. خدا نمیخواهد که مادن برم. خدا نمیخواهد که بچه من از دست بدم. یگانه بچه من میست. چشم امید من طرف امی بچه است. پیشش نمیرم. آرامش میمانم. کجا میری یاسین؟ یاسین کاکا بانش برای ساتری کنه. چی صداش میکنی؟ فایده نداره. او خونه میشنوه. عادت میشنوه. اگه میشنوه یا نمیشنوه دیگه کسی را ندارم. اینم یک یاسی ندارم. کسیش فکر ما غلط میکنم. بابیش اگه یاسین دهی حال ببینه سره ترک خوشو بوشه بوش بوش بوشه بوش بوش نمیشه کدام طرف خدا گم میکنم. طاقت روبرو شدن بچه خدا ندارم. خدا چرا گم کنی؟ بچه یک مرد است. باید بری ببینیش. نمیتونم. دردش تقسیم کو. اگر میشه یک جایی از آی بگیرین برش بفهمون که جنگ است. در جنگ کسی به کسی حلوا تقسیم نمیکنن. برش بفهمون که پدرش و بچه زنده هستن. همین جای شکر است. برش بفهمون که در قانون جنگ مثل قربانی یا دستت پرخون است یا گردنت. خدا از دست پرخون دورش کنه. اگه عزا نگیره انتقام خواد گرفت. بچه من کسی هست که قانون جنگ نمیفهمه. پروای دست پرخون نداره. از مرگ زن و مادر خود خبر شد آرام نمیشینه. چند سال پیشتر کدام نامرد زنش چیزی گفته بود بیل گرفته رفت که بیل ده فرقش ده 4 ماه بندیگری را تیر کرد. ولی اگه خبر شد که ناموسی ده مابدی امام بسیرت حشرات کار نداره. کاکا قصه را خو میفهمی. قصه رستم و سهراب است. جنگ مشهور رستم و سهراب است. در جنگ رستم قهرمان بچه خدا سهراب نافهمیده کشت. سال است که از خود میپرسم اگر سهراب
بابای خودم میکشیم. آیا قهرمان میشد؟ بگی تربوزه. یک سوال دیگه مرا همیشه عذاب میده که آیا اگر رستم در جنگ بچه خود از دست نمیداد، از جنگ دست میکشید، شاید هزارها جوان کشته میشد. بخیر بیبی. خراب کن زده میتونه. برو بچه بارمان تو چی میگینی خودمون؟ اگر کن زده میتونه خود نفتر بشوریم. برو بچه تو دی وقت از جا پیدا شدیم ما خودمون زلا و مانده تا ما اینجا گپ میزنیم. برو دور برو. خرا نزنید. کاکا و موتر مادن نمیره. هر روز این وقت پیدا میشه، اونمو زنه که قد دخترش در زیر تانک است، اونمو رو میگیره میره. باز او زن سبا پیدا میشه قد دخترش نمیشه. بازم جیب میبردش. هیچ برای کس معلوم نیست که زن کی را کار داره، برای چی میآیه، انتظار کیست، کسی از سرنوشتش نمیفهمه. من که فکر کردم در جنگ از زنده کده مرده آرام است. مرگ همیشه زنده را آزار میده، نه مرداره. بابین صدا نداره. سر مغول کده نمیتونه. بیبیم هم صدا داره. کاکا قادر من صدا داره. مادر من صدا داره. بابیم کلشان در زیر خاک پت کرد. اگر نه مثل شما واره گنگه می بود. در کابل یک آدم با رسوخ میشناختم. یک بچه داشت. بچهش عسکری بردن. عسکری را خلاص میکرد، باید میامد خانه. کار و بار پدر خود پیش میبرد. مگه متو نشد. بچه را تفنگ و ماش و دریشی عسکری خوشش آمد. چی بلا است نمیفهم. ضابط ماشینی شد. پدرش خوشش نامد، بچه خدا آب کرد. مادرش از غم و غصه زیاد زاره کفک شد، مرد. بچهشان پدرش هم مجرم قتل مادرش ساخت. پدرم دیگه چاره نداشت. زندگی را، دکانه، همه آرگاه بارگاه خود در کابل ماند، خدا گم کرد. زندگی خم و پیچار را داره کاکا. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. برو کاکا، بچه ده خم و پیچ زندگی را نشان بده. برو بچه بان غال مغال میکنی. برو بانمان. یاسین یک چند دقیقه جمع پیتاو کنی. یاسین او بدرم رو روش یک طرف مکو یک دفعه. برو بچه که بابه صدای داره. برو. چی غال مغال انداخته ایجا دیوانه مان کدی. برو. بگویم صدای کلتان در کجاست؟ برو بانمان بچه. در چون صدا چون؟ برو. خرید قوم زده میتونه. اگر نبا خوب بیاد پیشم قوم بزنه.
چقدر بچه بیگفت هستی تگه با نمیشنوی؟ برو جا بابا صدای داره. سلام علیکم. بابا واله این کاکا صدا نداره، خرایش هم صدا نداره، صدایشان تنگ برده. این بچه نارامت ساخت. نه کاکا جان این بچه آزارم نمیته این کار بار ما با این بچه هستو. اینمی از پکای چوبی سو، اینمی قرقرانک هستو، اینمی یک چند دانه خر دارم و با اینمی خر از این قشلاق به او قشلاق، از او قریه به او قریه. او بچه خر کار نمیخوره، جو میخوره. نمیخوری؟ اینمی سال از 12 ماه اینمی که مسافر هستیم. بخو پیش مادر ببرمت. جمع میشه مغال میکنه. نمیره. نه خیلی خوب بخو. بیاد خنده میکنم. بخو. باز میکنه اولادای. از دیگه نمی زندگیش کاکا دیگه از یک قریه با دیگه قریه نه، یک خرم در یک قریه ماین پراندو، دیگه شده دیگه قریه ماین پراندو، یکیش هم در دیگه جای نمی یک اما بچه تام نام خدا بونش یک شوخ هست، هیچ نه نکنه میفهمه و نه بکنه و بچه نمیشنوه، کار شده، خودش نمیفهمه، هر چیزی را که میبینه میگه بابا ای صدا نداره. ای در بامبارد قشلاق پردای گوشش کفیده. ای در کدام قریه ای بامباردی را کار ساخته؟ در قول. این بچه هم یکان قصه میکنه که میگه مادرم او کاکایم او بیبیم او یارم این بابیمون زیر خاک پتشان کرده او میگه خدایی دیگه خودشان مغفرت کنه دیگه هست دیگه زندگیست. با بچه قرقرانه که بگی کاکا صدای داره بچه قال مقال میکنی برو نه نمیایم چه قال مقالی بچه برو یکی تو بچه رو بگی ما یکی بگیم که موجه را من بگی ما بیا آفرینی بابا قطع دیوانه نکده ما اینو بگی یادر همیش بگیرد باشه طرف دیگه سید ما اینو نکده بگی تو دیوانه کدی بردارم ما بیادر یک دقیقه کم بچه ما بیارم برو بالا 10 دقیقه منتظر هستم برو چه وقت داری شما 10 دقیقه مادر رفتن ایزی مادر پس هم میایی وقتم داری هر روز بی وقت میام ساعت چند است ساعتشو میگیری باید بگو نیست بگو ساعت چند است حرامه برو پدر بیا بده بدر کسی حرکتش بخیر ماشم بچیم جل کرده پاهمم ردم شده نمیتونم پیشه بچه مرم اگه بچه خدا ده یال ببینه ذره ترق خوش این بچه همه چیزا را فهمیده اگه از خود از مادر و مادر کلان خود برش بگه بچیم بفهمه دیوانه خود شد من این بچه را فهمانده نمیتونم تنها برو مادن کاکا ناسیت پیش ما با تا آمدنت چی شده؟ چی گپ است؟ چرا بدخوی هستی؟ در چند دقیقه که صبر کردین قیامت خو نمیشه کاکا رای نزن
برو بر بچه زندگی کردن از نو یاد بده. رای نزن کاکا، ما 4 تا اولاد کلام کنم دیگه دشمن باید پلیسی بده. بچه تا بازار شما کتی بیاری شب یک شروع که بسیار خوب کنم. رای نزن کاکا، دلداری بده، امیدواری بده بس زندگی. و علیکم السلام سلامت. جان اومدی خبر ما نگیرید. قربت بود مقامت الله قربت بود بدی رو بچه بد نیست غم خرابش کرده زبانش تلخه چند سال از گیرم همش تاسم شد غم بدن غم یا آب میشه آتشم میریزه یا شمشیر میشه با زبان میرسه یا یک روز در درون انسان بم میشه یک روز نه یک روز میترقه با گفته بابا جان با گفته مرزا قدیر همه فتح رابان از عرصه شد مرزا قدیر خوب میشناسی؟ مرزا قدیر در کابل خانه و خانوار داشت آدم با رسوخ بود 3 بچه 3 دختر 1 بچه داشت دیگه چی حالا که سرش آمد یک دم کابل ترک گفت و آمد این داشت یک دوکانک جور که در زندگی میکنه یا پیرود زیری مدد بلغر نگاه زیری زلد یا زندگی مست خدا معدن میری کار کردن؟ نه پیشی بچه میرم که دستینه شمشیر بزنم بابا شمشیر زن برآمد از آبخالم خبر در مادم رسیده از بمبارتش آبخالم بمبارد شده؟
مادر دور است؟ نه پدر، راه چندان نمونده. نسوار میزنی؟ زنده باشی. اگر بسیار مانده استی قرار یک پینکی خوابت ده. بابا نفس بکش نفس بوی مدن است بوی بچه این پوزه را که میبینی این همیشه را که دور کردیم بخیر مدن است بچه‌ت است همه چیز است باشه برو از عمر مدد پرسون کن 2-3 ساعت بعد منتظرت هستم برو سر پل
خیریت است؟ بابا مراد ولد دستگیر بچه از به دیدنش آمده. مراد ولد دستگیر؟ بیا بیا از راه دوری آمدیم مانده هستیم. یک چای بیار. پدر مراد وقت کارش است. خستوف است. چند بجه می هست؟ ساعت 6 شام اگر اضافه کاری نداشته باشه. 6 بجه بسیار نوقت است، باید پس برم. مراد خوب است. چند روز پیش خوب نبود. خدا را شکر خبرایی که برش آورده بودن غلط بود. مراد خبر شده؟ بله برش گفتن که در قریه جنگ شده. مراد خبر خدا نخواسته تمام فامیلش از بین رفته. قسمی که میبینم همه گپا دروغ بود. نیست، راست است. زنش، مادرش، بیادرزادهش، همشیرش کلش از بین رفته. یک ما بچه زنده مانده ایم. خدا گذشتگی های شما را مغفرت کنه. خدا با شما صبر بده. همین که شما 2 نفر زنده ماندین خدا را شکر. امیر صاحب من مرادم میگم مراد ولد دستگیر از آب قل. بله منم امرا میگم. مراد خبرشون آمد. امیر صاحب قربان خدا سری بچیم چی شده؟ هیچ بابا گفتم خوب است. امیر صاحب خیر است. دمادن کدام بلای سرش آمده؟ بچیم زنده است. بابا چی فکرهای چتی؟ تو خود دیدی که امروز خوب است. بابا امیر صاحب راست میگه. مراد جور تیار است. همین صبح ما قطعش چای خورد. چند شب پیش خوب نبود. نان نمیخورد، آب نمیخورد، خواب نمیکرد. در اتاق خود خداپرسی کرد. بچه ها گفتن یک شب 2 چکورانه آمد بیرون. بلا و یادش بسر کردن میخواست رو دادش کرد. یکه باش قصه کردن گفتن. پس دوباره رفت سری کارش. شاید هم از کارگرای ممتازی معدن شود. مراد اگر زنده می بود چرا قریه نامد؟ من نماندم. نه مرده و زندم نمیمونند.
جوان است، خونگرم است، کشته میشه. سلام بابا. مراد و علیکم. خبر شدی؟ خبر شدم بابا. زندگی سرت باشه. زندگی سر خودت باشه. با امان خدا. خدا حافظت. شما که میفهمین، شما که چند پیرن زیادتر از ما کنه کردین. ما باید برم. نواسیم پیش کسی ماندیم. برای مراد بگوی که بابای تو بچه زنده است. بابا ما که مراد ببینم برش میگم که آمده بودی. یگان گپای دروغ برش گفتن. حتی مراد فکر میکنه تو زنده نیستی. یعنی میرش بده کتی نسواره یه پولات خریده بود که ببینم میفهمه که بابای ما آمده بود. بچه شون خاطر جمع باشه. اگه آمد مراد اومد، اگه نامد هرکس به طریق دل ما می شکند از دوست بپرسه چرا
بشکند بویار کتی کار دارو یک لحظه گفتار دارو یک زمان بشم میشی دل افغان